فرزانه هستم. امروز در مورد آینده افغانستان گپ میزنیم. نام شما و از کجای افغانستان هستید؟ سلام، نام من زینب است و از کابل. بسیار خوب زینب جان، خوش شدیم. تشکر زنده. در مورد آینده افغانستان چی نظر دارید؟ چی دورنما؟ چی آرزو دارید؟ در مورد افغانستان تنها چیزی که من میخوایم غالبا این هستش که صلح باشه و هیچ تعارض و هیچ اختلافی بین کسی نباشه، مخصوصا بین دو تا قوم. به خاطر اینکه تنها چیزی که قلب من میرنجانه این هستش که وقتی که دو تا انسان در یک جای با هم زندگی میکنن نباید هیچ گونه اختلافی بین اونا در مورد اینی که تو چرا مثلا پشتون هستی یا تو چرا هزاره هستی باشه. بیشتر از همه چیزایی که هست همین قلب من آتش میزنه، به خاطر اینکه خیلی سخته. واقعا صلح به معنی این نیستش که ما فقط توپ و تفنگ کنار بذاریم، به این معنی هم هست که زبانمون، قلبمون و تمام بدنمون در صلح باشه. درست. بسیار عالی است. بسیار عالی است. اگر شما در یک جمله پیامتان را برای افغان ها بگویید. فقط با هم باشن و با هم دوست باشن. بسیار بسیار. یک پیام داریم برای جمعه جهانی؟ خب اونا هم باید کمک کنن که ما به این صلح دست پیدا کنیم. امرتون است. تشکر. تشکر از شما. خدا حافظ.